خلق به پا خاسته بودند. درفش کاویانی در دست، فریاد بر لب. کوهستان البرز که سالها سکوتی رازآلود داشت، آن روز از قدم‌های مردم لرزید. همراهان عزیز پژواک حماسه، سلام. من سحرم و شما در حال شنیدن 7مین قسمت از داستان‌های شاهنامه هستید. برای شنیدن داستان‌های بیشتر از شما دعوت می‌کنم کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید. در آن سوی کوه‌ها فریدون ایستاده بود. نگاهش تیز، قامتش استوار. گویی از روز نخست برای همین لحظه زاده شده بود. کاوه پیش رفت و گفت: ای جوان، این مردم امیدشان را به تو بستند. ضحاک خون پسرانم را ریخته و اینان که روزی خاموش بودند اکنون آماده‌اند که سر از تنش جدا کنند. اما ما به رهبری نیاز داریم که دست انتقام را به سوی او دراز کند. فریادها برخاست، گویی آسمان هم در برابر آن هیاهو سر فرود آورده بود. آنان که روزی بردگان وحشت بودند، اینک سپاهی از خشم و امید بودند. فریدون مردمان را گرد خود آورد و راهی شد. آنان از کوه پایین آمدند، گذر از دشت‌ها، از رودها. هر دهی که از آن می‌گذشتند به آنان می‌پیوست. سپاه بزرگ و بزرگتر شد. نام فریدون همچون رد در سراسر زمین پیچید. اما ضحاک نیز بیکار ننشسته بود. دیوان و ساحرانش از هر سو به جستجوی شورشیان برخاستند. تختش که سالها در سایه وحشت استوار بود، اینک لرزان شده بود و در کاخش جادوگری به نزد او آمد و گفت: ای شاه، خطری در راه است. جوانی از نسل شاهان با مردی از میان مردم برای سرنگونیت قیام کردند. سپاه خروشنده چنان موجی بی پایان به پیش می رفت. از کوه به دشت، از دشت به شهر و سرانجام دیوارهای بلند کاخ ضحاک در برابرشان قد برافراشت. اینجا بود که فریدون برای نخستین بار عظمت دشمن را با چشمان خود دید. بر فراز باروها نگهبانانی با زره‌های سیاه، خنجری از مرگ در دستانشان، دروازه‌های آهنین که سالها به روی حقیقت بسته بود، همچنان استوار. اینجا دیگر شمشیرها به تنهایی کارساز نبود. فریدون رو به کاوه کرد و گفت: با زور این دروازه ها را نخواهیم گشود، اما در این سرزمین هنوز مردمانی هستند که در دلشان شراره‌ای از امید باقی است. و چنین شد که شب هنگام فریدون، کاوه و یارانش در دل تاریکی به درون شهر خزیدند. از کوچه های تنگ گذشتند، در پس دیوارها پنهان شدند و در هر گام دستی را یافتند که برای آزادی دراز شده بود. چنان آتشی که در هیزم خشک بیفتد، شورش در شهر شعله‌ور شد. سربازان ضحاک که عمری تنها وحشت را می شناختند، اینک در برابر نیروی دیگر ایستاده بودند. نیروی ایمان، نیروی مردمان خشمگین. فریدون در این هنگامه آشوب راه خود را به سوی کاخ گشود، اما ضحاک هنوز در سایه‌های کاخش پنهان بود. مارهایش در گرسنگی پیچ و تاب می‌خوردند و چشمانش آکنده از خشم و وحشت بود. اینک لحظه سرنوشت نزدیک بود.